بفرمایید. اینا فرش عشایریه دیگه. پشمش پشم طبیعیه. برای پذیرایی کسی استفاده میکنه اینا رو؟ آره چرا استفاده؟ این چه متریه؟ همین که الان دستتونه. این 1 متر و 80 طولشه، 1 متر و 10 هم عرضش. قیمتش هم میگیم بی‌زحمت؟ قیمت اون 8 تومن. خب اینا چی؟ این هم گلمه قشقاییه. اینا چنده؟ این هم در 18. چند متری میشه؟ این از 3 متر کوچک‌تره. بعد صادراتیاتون کدوم هست؟ صادراتی نداریم. همه داخل هم استفاده میشه، بیرون هم هر کی خواست میتونه بدن باشه. الان کدوم مود شده بیشتر؟ این چیز کاران استفاده میکنه. کدومو؟ این سرمه ها؟ این تیپ کاران. یعنی به این تیرگی میندازه کسی تو خونه‌اش؟ آفرین، این رنگ‌های مثلا شاد و قرمز و زرد و سبز و کاران استفاده میکنه. طرح قدیمی بیشتر مود شده. همش هم بیا تا پایین همینجوریه.